شروع از سنه 7 می سال روان در جماعت دهات افتخار دهه نواباد ناحیه عبدالرحمن جمعی در نتیجه بارشات زیاد ساکنان محله نامبرده از آفت طبیعی ضرر دیده نزدیک 16 خانه استقامتی شهروندان ولنگار شده، زیاده از 150 هکتار زمین پوره خراب گردید. هر دقیقه تهدید لغزش زمین موجود بوده، شهروندان به جای بی خطر کوچانیده شدند. در صحن مؤسسه تعلیمی رقم 50 دهه نامبرده برای زندگی موقتی ساکنان 30 عدد خیمه آماده گردیده است. در حقیقت آفت طبیعی به ساکنان دهه‌های نواباد 4، نواباد 5 جماعت دهات افتخار ناحیه عبدالرحمن جمعی ضرر جدی رسانیده، ساکنان از منزل استقامتی خویش محروم گردیدند. در این موضوع استاد دائم و عملکننده تأسیس یافته کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ولایت بهر برطرف نمودن مشکلاتی به میان آمده تلاش نموده تمام شرایط را بهر ضرردیدگان مهیا نموده ایستادند. در اینجا 16 عائله آفت طبیعی ضرر سخت که بی خانه و بی در ماندن. امروز همین مقامات دولتی همش همراه ما بودن. ما را با خیمات تامین کردن. من خوراک هست، خوراک 3 وقت خوراک گرم. خب انا امروز نصیب باشد قطعه زمین نزد حولیگر تقسیمات میکنن. سردارا باشد همه وقت همراه ما از احوال ما باخبرند. ما تنها نیستیم، مشکلی ما را برطرف میکنن همش. طبق معلومات فوری در این موضوع بر اثر بارشات شدید لغزش کوهپاره باعث پوره فرو رفتن منزل‌های استقامتی، میدان کشت و زمین‌های نزد حولیگی گردید. همچنین بر اثر این مشکلاتی به میان آمده پل ماشینگذار شاهراه ناحیه عبدالرحمن جمعی و یاوان نیز خراب گردیده است. درازی پل 12 متر را در بر گرفته، پهنایی آن باشد 12 متر را تشکیل می‌دهد. پل ماشینگذار با دستگیری وزارت نقلات جمهوری سال 2019 پوره نوسازی گردیده در استفاده عموم قرار گرفته بود. متاسفانه امروز پل مذکور پوره خراب و ولنگار گردیده است. راه ماشینگذار موقتی برای حرکت نقلات تأسیس داده شده است. اطمینان بر آن داریم که با دستگیری وزارت نقلات جمهوری دیگر باره این پل تعمیر گردیده در تامین حرکت بی خطر نقلات مساعدت می نماید. نوابسته به وضعیت به عمل آمده حکومت جمهوری، مسئولین کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و ناحیه بهر کمک نمودن به ضرردیدگان تلاش نموده نمیگذارند که ساکنان دهه‌های نامبرده خود را تنها احساس نمایند. 5-6 ماه بارانگیری همین طبیعت شد، هم به همین سبب همین ما ضرر دیدیم. خانه درای ما زلال دیده. در نزد ما کارکنای حکومت، کارکنای همه طرفه اومده به ما کمک رساندند و با ما خوراکای گرم به جای خوب تامین کردند. همش با نزد زمین حولیگی تامین کرده میگن. زمین نزد حولیگی جدا کرده خانه کرده میتین ما را. برای همین ما از حکومت، از دولت همش ما مینداریم که ما را دستگیری کردی سادی. ما همین پرزیدنت حکومت امام علی رحمان مینداریم که ما را در همه حالتا دستگیری میکند، کمک خود میرساند. یکی از خصلت‌های حمیده انسانی این پیش از همه کمک نمودن به عائله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده میباشد. نمایندگان تمام ساختارهای مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت به کمک ضرردیدگان آماده بوده، هر لحظه به آنها دستگیری‌های گوناگون را میرسانند. خیلی که با همگان معلوم است در جماعت دهات افتخار دهه نواباد ناحیه عبدالرحمن جمعی بنابر سبب اروزیای زمین فروروی زمین به عمل آمد که در نتیجه به خانه‌های استقامتی شهروندان ضرر رسانید. از طرف رئیست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی در ولایت ختلان با خیمه‌ها تامین کرده شدند و در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 50 ناحیه مذکور خیمه آماده کرده شدند، وصل کرده شدند از طرف ریاست و به شهروندان ضرر دیده تامین کرده شدند. همزمان از طرف خود کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت تاجیکستان خب با نقلیات مخصوص تامین کرده شدند که برای برطرف کنی این حادثه به عمل آمده روانه کرده شده است. ساکنان از آن اظهار قناعتمندی دارند که راهبریت جمهوری و ولایت شهروندان به سرپناه مانده را دستگیری نموده برای آنها جای استقامتی در خیمه‌های موقتی، 3 وقت خوراک، آب تازه نوشاکی، نقطه خدمت رسانی طبی را دسترس نموده
در حل مشکلات آنها مساعدت می‌نمایند. خطر لغزش زمین هر لحظه به مشاهده می‌رسد. از این رو مسئولین کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری و ولایت نمی‌گذارند که شهروندان به محله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده نزدیک شوند. ستاد دائم و عمل کننده در سمت برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی در ناحیه عبدالرحمن جامی شبانه روزی فعالیت نموده در تامین بخطری اهالی مساعدت می‌نمایند. علاکه شهروندان امکان دارند از خیمه‌ها استفاده برند. مسئولین ناحیه یادآور گردیدند که خوشبختانه تلفات جانی به قید گرفته نشده است. خانه‌های استقامتی باشند در نزدیکترین فرصت در دیگر موضع بنیاد می‌گردند. هیچ یک خانواده از دستگیری و توجه مقامات دولتی در کنار نمانده کمک‌های اجتماعی گوناگون در بهداشت روزگار آنها رسانیده می‌شود.